سلام علیکم بچه‌ها. در این نوار نوبتیمون ما طرز انتقال مبلغ را از سبربانک و تاجیکستان دیده می‌بریم. سبربانک آنلاین کسی که در تلفنشون داشته باشن آن وارد می‌شویم، رمز خود را وارد می‌کنیم و پیش‌وز می‌گیرد و پلاتژی وارد می‌شویم. در قسم پایانی بعد اکران ایستاده است. از اینجا ما عناوین خط رو بالا برده خب зарубеж رو انتخاب میکنیم، چون که در اینجا میبینید با بالای اون پخش میکنیم. در اینجا پریود ها یعنی انتقال ها با اسم های گوناگون استوده است. با نام و فامیلیا، وقتی که با نام و فامیلیا ما وارد کنیم از بانک با پاسپورت رفته میگیرم با نمبر چطور. اگر رکویزیت بانک رو دانید با همون رکویزیت رو این میکنید، اون رو با کارت دارد یا یکم چیز دیگر دارد میگذارد با طور اتوماتیک و با پانامیر کارت. اگر رقم‌های 16 کارت رو داشته باشد بانک های تاجیکستان یگان ویزا یا مسترکارد گرفته باشد آن آنها رو یکی با نمبر تلفنی پیوست بوده وارد میکنید و در اینجا تاجیکستان ما انتخاب میکنیم. تاجیکستان رو پول رو وارد میکنیم. ناگفته نماند که اگر کسی که از 5000 پایان فرستاده است 3% چی بگیم کمیسیون میگیرد. کسی که اگر از 5000 بالا روی کردن است اون خب 1% کمیسیون پیش بینی شده است. خب راستی کمیسیون رو پخش میکنیم. در اینجا میگه که سیرینگ میباره یعنی کمیسیون میگیرد یعنی 3% اون رو دوام میدیم. در اینجا رقم تلفن رو وارد میکنیم. در قسمت پایانیش نام و فامیلیا و جام و نگهت اونها رو وارد میکنیم. خب و پروستی در اینجا میگیم که دان شده نام فامیلیا رو در اینجا مینویسیم همون رو بعدا باز وقتی پروستی رو پخش میکنیم برنامه میپرتوید و کسی که از شما گرفتن است میتواند راه از بانک گیرد. خب سربلند باشید بچه‌ها.